خب من یه نکته دیگر رو توی بحث زیبایی سینه ها میخواستم بگم، اونم بحث اینی که تو آقایون هم ما سینه داریم. درسته ما کاری باشون نداریم، ولی یه بیماری وجود داره به نام ژنیکوماستیا. یعنی ژنیکو یعنی زن، ماستیا هم یعنی سینه، یعنی سینه زنانه، پس یعنی تو مرده. ما تو 3 بار در طول عمر یک مرد این سینه ها ممکنه رشد کنن به صورت فیزیولوژیک، به صورت طبیعی. یکی زمانی که نوزاد پسر به دنیا میاد، از جفت هورمونای مادر که میره غالب میشه و ممکنه این سینه بیرون بزنه. یکی زمان بلوغه و یک زمان کهنسالی. این 3 تا تعادل بین آندروژن و استروژن به هم میریزه توی بدن مرد و ممکنه این اتفاق بیفته. غیر از اون هر کاری که این تعادل هورمون رو به هم بریزه باعث میشه که سینه‌های مردا بزرگ بشه و به صورت غیر طبیعی. ما حتی داریم بعضی از سینه‌های خانوما خیلی بزرگتر که حالا توی پیجا میتونین اینا رو ببینیم. به خاطر همین من بهتون بگم علتش غیر از این 3 تا فیزیولوژیک میتونه داروها باشه که متاسفانه الان این پسرای ما که میرن توی باشگاه‌ها از این مکملایی مصرف میکنن که تعادل هورمونیشون به هم میریزه و این کارو میکنه. حالا چرا من روش حساس شدم؟ علتش اینه قبلا ما میگفتیم اگر درد داشت یا اگر که مثلا از نظر ظاهر زیبایی خب خیلی خوشایند نیست عمل کنید. الان میگن حتما عمل کنید، یعنی ترند ما بیشتر به عمله. علتش هم اینه که شانس سرطان یه مقدار بیشتر میکنه. میدونین که ما توی سرطان سینه توی ویدیوهای دیگه گفتم خدمتتون 99% خانم‌ها 1% هم آقایونن. پس در نتیجه این شانس هم وجود داره. به خاطر همین توصیه ما بیشتر به عمل. دارویی وجود نداره. متاسفانه من دیدم بعضی مربیای باشگاه داروهای مثل تاموکسیفن، دانازول اینا رو میدن. اینا بلوک کننده استروژن هستن ولی درمان نیستن و خواهش میکنم مصرف نکنید. تنها درمان جراحیه که روش‌های مختلفی داره که ما از دور سینه از زیر بغل اصولا کاری میکنیم که اسکار نمونه. به خاطر همین اگر تصمیم گرفتین که عمل کنین حتما بدونین که از کمترین اسکار استفاده بشه. حتما 2-3 روز درن خواهد داشت و یک گنی که دوست داریم 3 تا 6 ماه بسته بشه برای اینکه این پوست کاملا جمع بشه. ما هم چربیاشون رو عمل میکنیم، هم غددی که لمس میکنین و هم پوستشون که بتونه کاملا با سینه‌شون و شکمشون مچ بشه.